در بعضی مناطق تاجیکستان این هفته تا 41 درجه گرمی پیشگویی می شود. احتمال است در ولایت خطلون، چنگو، غبار و در بلندکوه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان باران و برف بارد. در این باره آسیا پلوس با اسناد به اجنسی آب و هواشناسی کشور خبر می‌دهد. آب و هواشناسان هشدار می‌دهند که حرارت هوا در شهر دوشنبه تا آخر هفته به بارش ولی نیم ابری خواهد بود. حرارت شبانه 21-23 درجه و روزانه 36-38 درجه گرم می شود. در ولایت خطلون سنه‌های ششم هفتم ایون حرارت هوا روزانه 35-40 و از 8 تا 10 ایون 36-41 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت دوام هفته هوای نیم ابری و تا 9 ایون به بارش پیش بینی می شود و تنها سنه 10 ایون در بعضی ناحیه‌های کوهی احتمال باریدن باران کوتاه مدت در نظر است. حرارت در وادی‌ها شبانه 18-23 درجه، روزانه 34-39 درجه و در ناحیه‌های کوهی شبانه 6-11 درجه و روزانه 21-26 درجه گرم می شود. متخصصان اجنسی آب و هواشناسی کشور به ساکنان توصیه می‌دهند که در این روزها لباس سبک پختگین، عینک آفتابی و کلاه پوشیده بیشتر آب نوشند.